کسی که در رشته ایران و ایران شناسی مثلا تخصص پیدا کنه نمیتونه عاشق نشه، عاشق فرهنگ ایرانی، برای اینکه ایران واقعا جای خاصی داره بین تمام فرهنگ های جهان. فقط میگن که 3 کشور است تو دنیا که از زمان قدیم هویت فرهنگی، قومی و سنتیشون رو حفظ کردن و از دست ندادن: ایران، چین و هند. متوجه شدم که چقدر دانشجویان ایرانی زحمتکش، با پشتکار، کوشا، لایق و وفادار به رشته علمی خود هستند. قبلا به من چند مقاله علمی رو که به زبان روسی بوده داده بودن برای داوری و من نفهمیده بودم که مؤلفای این مقالات ایرانی هستند. فکر میکردم که روسی هست و مقالاتم به زبان روسی نوشته شده بود و من نفهمیده بودم که از طرف 2 خانم ایرانی نوشته شده بود. این واقعا لیاقت و استعداد دانشجوی ایرانی رو نشون میده و اگر من میدونستم که مؤلفاش ایرانی هستند من زیاد ایراد نمیگرفتم. فکر میکردم که روس هستند و به زبان خود مقاله نوشتم. در شهر باکو به دنیا اومدم و 8 سالم بود که اومدم اینجا به لنینگراد. اینجا بزرگ شدم، تحصیل کردم در دانشگاه سنت پترزبورگ. استاد فارسیم ایرانی بوده، ایرانی اصل از تبریز. بعد من از بچگی چون آموخیشم تو باکو بودن ارمنی اصل، من هر سال تابستان به آذربایجان میرفتم، به باکو و به رادیوی ایران گوش میدادم و همیشه از فارسی لذت میبردم و همیشه میفهمیدم که این زبان چقدر شکره، چقدر شیرینه و از پدر بزرگم میپرسیدم که این چه زبونیه، به من جواب میداد که این فارسیه. میپرسیدم دیگه کجا به این زبان صحبت میکنن، میگفت ایران و تاجیکستان. فکر میکنم که به این خاطر من یواش یواش به ایران رو آوردم، علاقه‌مند فرهنگ ایرانی شدم و علاقه‌مند زبان فارسی همیشه بودم. حتی وقتی که بلد نبودم همیشه لذت می‌بردم از صدا و آواز زبان فارسی. کدوم شهر ایران بیشتر دوست داری؟ من متاسفانه ایران هیچ وقت نبودم. میدونم که این شوخی به نظر میاد. من افغانستان بودم. چرا ایران نبودید؟ خب زمان شوروی شرایط مناسب نبود. الان چرا نمیاد؟ بعضی مشکلات برام پیش اومده بود. خانومم سخت مریض شده بود. خانوم آمریکایی بوده و خودش عاشق ایران شده بود. مثل خودم اینجا با من اومده بود که با شوهرش زندگی کنه که این واقعا یک کار بی‌نظیره که یک آمریکایی بیاد که با شوهرش اینجا زندگی. شما هم آمریکا بودی؟ 2 سال من تدریس ایران شناسی کردم در دانشگاه ویرجینیا.
میتونستم اونجا وقت بیشترم بمونم. موقعی که خانم از دست دادم فهمیدم که من در همه جا احساس غربت میکنم، منتها در محیط خودم این احساس کمتر خواهد بود. متوجه شد؟ بله. به این خاطر چون مادرم اینجا زندگی میکنه من تصمیم گرفتم که برگردم روسیه به سنت پترزبورگ که وطن خود منه، اما هویت ایرانی من دارم. حتی خانم آمریکایی میگفت من فهمیدم که شوهرم چی هویتی داره، هویت ایرانی. خب چرا خاطر این هویت ایرانی هم که شده یه سفر نمیاید ایران؟ اول من مادر مسنی دارم که نمیتونم اونو تنها بذارم. خب نمیتونی ایشونو بیارید؟ نه خیلی پیره دیگه، خیلی پیر و واقعا ضعیف شده. خب دیگه من آرزو دارم یک روزی برم ایران. خب من از شما دعوت میکنم. خواهش میکنم. هر وقت شما خیلی خواستید لطف دارین تشریف شما. بیارید، هر مدت زمانی خواستید تشریف بیارید، هر زمانی خواستید شما بیارید. اهل کجا؟ نقل تهران؟ تهران. خیلی خیلی هر زمان شما خواستید بیاید، هر شهری خواستید برید انتخاب خواهش کنید میکنم. برات. خواهش ما میکنم. براتون خیلی فرش لطف دارین قرمز شما. پهن میکنیم. خیلی لطف دارین شما. به حال همیشه ما تو ایران منتظر شما هستیم. خیلی لطف دارین. لطف شما به من بی پایانه. خواهش میکنم، وظیفه‌م.